سلام به بینندگان عزیز، به کانال ساعت 13 کانال خودتون خوش اومدید. اینجا قراره تاریک‌ترین و ترسناک‌ترین داستان‌های واقعی رو با هم مرور کنیم. این اولین ویدیوی منه و قراره الان با هم اولین داستان ترسناک رو بشنویم و شاید تا آخر شب نتونید اون رو فراموش کنید. پس چراغا رو خاموش کنید و با هم وارد دنیای وحشت بشیم. اگه از این سبک محتوا خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بریم سراغ داستان. سلام. ماجرایی رو که میخوام براتون شرح بدم رو پدر بزرگم برام تعریف کرده. من محمد 31 ساله، مهندس عمران، کارم ساختمون سازی و این شغل حرفه پدریمه. من ساکن یکی از شهرهای استان خراسان رضوی هستم و پدر بزرگم در یکی از روستاهای مرزی زندگی میکنه. طوری که بعد خونه پدر بزرگم خط مرزی قرار گرفته. تابستونا همیشه من پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردم و حالا بشنوید از ماجرایی که اتفاق افتاده. 7 سالم بود که یه شب توی حیاط بودیم. پدر بزرگ و مادر بزرگم خواب بودن و منم یه گوشه برای خودم خوابیده بودم که یهو احساس کردم نفس دارم کم میارم و دهنم به شدت خشک شده. انگار که سالهاست آب نخورده بودم. همین که چشام بسته بود با کلی کلنجار تصمیم گرفتم که پاشم برم آب بخورم. تا از جام بلند شدم دیدم که پشت بون روبروم یه موجود نیمه انسان و نیمه حیوان روبروم نشسته با 3 متر قد. اولش فکر کردم سگ یا چیزیه تا اینکه یهو بلند شد. شوکه شدم. دیدم نه حیوانه نه انسان. خدایا این چیه دارم میبینم؟ برای اینکه مطمئن بشم تو عالم بچگی چشامو بستم و باز کردم. دیدم هنوز داره نگام میکنه. داشتم سکته میکردم. انقدر که ترسیده بودم نمیتونستم داد بزنم یا پدر بزرگم رو بیدار کنم. تا اینکه با علامتی که سلام میکنن دست تکون داد و یهو دود شد و غیب شد. تا صبح نخوابیدم و خودم رو خیس کردم همون شب. صبح که شد به پدر بزرگم گفتم که چی دیدم. اولش با شوخیای همیشگی گفت بابا جون خواب دیدی، چیزی نیست. من اینجام، هرچی که بخواد اذیتت کنه من میکشمش. گفتم بابا احمد به خدا من دیدمش. مادر بزرگم که داشت صبحونه رو می آورد بحث و عوض کرد و به پدر بزرگم گفت به ابراهیم پدرم از مخابرات زنگ بزن ببین نوبت دکتر گرفته یا نه. یواشکی گفت بگو بیاد محمدم ببره، اینجا نباشه. پدر بزرگم گفت باشه میرم زنگ میزنم. این موضوع گذشت و گذشت تا اینکه من دانشجو شدم. یه شب پدر بزرگم خونه ما بود و بحث اون شب شد و چیزایی که من هنوز یادم بود. گفتم بابا احمد من اون شب جن دیدم، درسته؟ آره بابایی، ولی من چیزی بهت نگفتم که نترسی. هیچ وقت باعث آزار و اذیتت نمیشن ازشون نترسی. هیچ وقت. اونا قسم خورده من هستن. به 7 پشت من قسم خوردن که نه اذیت کنن نه آزاری برسونن. کپ کرده بودم. یعنی چی؟ تعریف کرد. جوون که بودم خوشسالی شدیدی بود. منم مجبور بودم برای امرار معاش برم ترکمنصحرا برای کار. اونجا نگهبان چاه بودم وسط جنگل. روی اتاقک چاه هر شب تشک مینداختم و میخوابیدم که هر کی از دور میاد ببینمش. اونجا که بودم یه زن هر شب میومد اذیتم میکرد. اون زن حدود 3 متر قد داشت. دندوناش شبیه عاج فیل بود. خیلی وحشتناک بود. هر شب میومد پتو رو از او سرم میکشید و میگفت فردا شب دیگه اینجا نبینمت پسر. تو جوونی، حیف توه، جون تو بردار و برو. منم
چون از بچگی توی روستا بزرگ شده بودم شجاع بودم. از این چیزا نمی ترسیدم. اینا گذشت و من برگشتم روستای خودم. روزها گذشت. من چند تای گوسفند برای خودم دست و پا کردم. یه شب نیمه شب که با بابات داشتیم گوسفندا رو از چرا می آوردیم خونه، تو بیابون دیدیم که بزن و بکوبی به پاست. عروسی مفصلی به پا شده بود. هرچی با خودم فکر می کردم اینجا خونه و تأسیساتی نبود. اونم اونقدر قدیمی. ولی با خودم گفتم حتما دارم اشتباه می کنم. حتما بوده. من حواسم نیست. بابات که بچه بود یهو گفت بابا من خستم. بیا بریم همین عروسی، هم خستگی در کنیم هم یه شامی میخوریم. فردا گوسفندا رو تو روشنایی میبریم خونه. اون موقع ها مثل الان نبود. صلح و صفا بین مردم خیلی زیاد بود. بدون دعوت تو هر مراسمی میرفتیم. هیچکی ازت نمیپرسید کی هستی. هر جا میرفتی در خونه رو به رود باز میکردن و میبردن سر سفره، مینشوندن، غذا میخوردی. به بابات گفتم نمیشه بریم بابا، باید کادو بدیم، ما که کادویی نداریم. اما دیدم بابات خیلی اصرار میکنه. منم که دیدم این بچه خسته هست قبول کردم. رفتیم تو مراسم. موقع ورود یکی با روی خوش اومد و خوش آمد گفت. ما هم احوال پرسی کردیم و تبریک گفتیم. به همون گفت بفرمایید داخل برای صرف شام. بهش گفتم گوسفندامو چه کار کنم؟ اونم گفت میبریم همینجا تو طویله. گوسفندا رو بردیم داخل طویله و رفتیم داخل مجلس. وقتی وارد مراسم شدیم من چیزی دیدم که یهو خوشگم زد. گاو پسر خالم رو دیدم. میخواستن برای شام سرش رو ببرن. گاو غلام حیدر بود. مطمئن بودم. شناختمش. چون چند سال داشتش. شیرش رو میفروخت و گوساله میگرفت ازش. اونجا بود که شکم به یقین تبدیل شد که اینا انسان نیستن، جنن. اونا گفتن میخوان شامو بکشن ولی تازه میخواستن سر گاوو ببرن. با خودم گفتم کی میخواد بپزه که شام مهمونا رو بدن. عروسیم پر مهمون بود و یک کله میرقصیدن و ساز و دهل میزدن. من به روی خودم نیوردم که اینا جنن. از ترس جون خودم و پسرم سعی کردم که طبیعی رفتار کنم. صاحب مجلس که مردی قوی هیکل بود گفت بیا برقص. منم گفتم خستم، مبارک باشه. به پای هم پیر بشن ایشالله. داشتیم وارد خونه که می شدیم سریع همه می رقصیدن که وسط دایره رقصون یه مرد قوی هیکل که صورتشو پوشونده بود گاو رو عین مرغ بلند کرد و زد زمین، سرشو برید. سریع دیگار رو گذاشتن رو اجاق و نشستن به پوست کندن که ما وارد خونه شدیم. خونه پر بود. زن و مرد نشسته بودن و دو بیتی میخوندن و دست میزدن. ما هم نشستیم ته مجلس. همینطور که پدر بزرگم داشت تعریف میکرد یهو دیدم که رنگ بابام پرید و خشکش زد. تازه متوجه شوکه شدن بابام شدم. گفتم بابا خوبی؟ گفت که آره خوبه. باورش نمیشد که کاسه آبگوشتی که خورده دستپخت جنا بوده. پدر بزرگم گفت من بهش نگفته بودم که نترسه و کپ کنه. بابام گفت همشو یادمه.